درود، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه اخبار آزادی همراه شما. امروز دوشنبه است 27 ایول و نخست سرخطی چندی از خبرهای مهم. جستجوی دو مرزبان تاجیک که هنگام اجرای مسئولیت در رودخانه 5 غرق شدند 4 روز باز است ادامه دارد. زندگی در میدان خطرناک ساختمان خانه‌های بلندآشیانه، شکایت ساکنان از عملکرد شرکت‌های خانه‌سازی و بحث و کشمکش بین طرف‌ها. مبلغ میتون میفرد نمیفرد مسئول میتون. اینو درست است. باید که مراسو کنند. مرحله نوی اخراج پناهندگان بی سند از پاکستان به افغانستان، خانه‌هایشان را ویران می‌کنند، خودشان را به وطنشان می‌رانند. افسران به حرف ما گوش ندادند و منزل را ویران کردند. در رودخانه 5 جستجوی دو مرزبان تاجیک ادامه دارد که روز 24 ایول هنگام اجرای مأموریت غرق شدند و تاکنون نشانی از آنها را نیافتند. نجات بخشان تاجیک همراه با مردم دهات مرزی در ناحیه فرخار 3 روز باز است ساحل‌های این رودخانه را که تاجیکستان را از افغانستان جدا می‌کند جستجو دارند. همکارم میرزا نبی خالقزاد با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. افسر 23 ساله یارحمد قربانعلیف و مرزبان قطاری بلال کریموف 19 ساله در نزدیکی دیدبانگاه مرزی در فرخار غرق شدند. یک منبع در اداره‌های انتظامی ولایت ختلان روز 27 ایول به رادیوی آزادی گفت که فاجعه هنگام اجرای مأموریت مرزبانان صورت گرفته است که خواستند زرشویان افغانستانی را از یک جزیره خردی متعلق به تاجیکستان بیرون کنند. وی گفت یارحمد قربانعلیف تازه به کار شروع کرده بود و در دیدبانگاه رقم 5 کار میکرد. وقتی خبر رسید است که زرشویان افغانستانی در جزیره به زرشویی مشغولند، یارحمد با 3 سرباز به این منطقه رفتند. افسر از سربازان پرسید است که آیا شنا کرده می توانند یا نه. بغیر از بلال کریموف 2 نفری آنها گفتند که نمی توانند. از این رو افسر و بلال کریموف خود را به رودخانه انداخته به سمت جزیره شنا کردند. بلال کریموف پیش از غرق شدن فقط 1 تیر از اسلحه خود به آسمان خالی کرده است. زرشویان هم از جزیره گریختند. حادثه را 2 مرزبانی که در ساحل ماندند به فرماندهان خود چنین تصویر کردند. برای جستجوی مرزبانان نجات بخشان را از کولاب هم دعوت کردند. یارحمد قربانعلیف ساکن دهه دوستی ناحیه خاولین و بلال کریموف ساکن دهه فیض‌آباد ناحیه فرخار بودند. یکی از خویشاوندان بلال کریموف گفت که او شناوری را خوب می‌دانست و غرق شدن بلال آنها را حیرت زده کرده است. به گفته یک منبع در حکومت ناحیه فرخار امروزها سطح آب دریای 5 بسیار بلند است و ظاهراً مجرای تیز و آب زیاد مرزبانان را برده است. به گفته این منبع با وجود بالا بودن سطح آب جستجو ادامه دارد و آنها امیدشان را از دست ندادند. تاجیکستان با افغانستان مرز مشترکی درازی دارد و رودخانه 5 قسمی از آن را از هم جدا می کند. در گذشته هم غرق شدن مرزبانان تاجیک در این رودخانه دیده شده است. در تاجیکستان میمونیم و در تاجیکستان و بخصوص در شهر دوشنبه که ساختمان خانه‌ها اوج گرفته است، بحث و کشمکش شرکت‌های خانه‌سازی و مردم هم زیادتر می‌شود. ساکنان خانه‌هایی که باید ویران شوند میگویند شرکت‌ها بی‌انصافی می‌کنند و به جای خانه‌های کلان آنها خانه‌های خرد می‌دهند. در مقابل خانه‌سازان میگویند ساکنان خانه‌هایی که باید ویران شوند طلباتی بیش از حد پیش می‌گذارند و یا از آنها پول زیاد و خانه‌های بزرگ طلب می‌کنند. امیر یوسف و ارشاد سلیمانی همین موضوع را به بررسی گرفتند. مرکز شهر دوشنبه، خیابان عینی 13، یک سو ویرانه، یک سو حیات. اینجا نه از حمله پپادها ضرر دیده است و نه از زمین لرزه. شرکتی که باید خانه‌های نو بسازد آن را به خرابازار تبدیل داده است. بعضی از ساکنان هنوز در بینای کهنه زندگی می‌کنند، اما از چنین شرایط سخت نگرانند. Сейчас аварийные, опасные для жизни детей, нас, сами видите. حالا در یک بینای صدموی خطرناک زندگی میکنیم. شما خودتون میبینید تیره‌ها و راهروها را شکستند. نبیره همسایه قریب از آشیانه دویم سرازیر میشد. به سر همسایه دیگرمان سویته که حامله است، خرابه های سقف بنا ریختند. یعنی آدمان را به کشتن میرسونند. طبق طلبات شهرداری شرکت‌های بناکار باید در مکان ساختمان QR کد نصب کنند که همه معلومات را به صاحب ملکان بدهند.
شرکت قصر بستانی این رمز را ندارد. راهبرش امیربک ششاєв نخواست با خبرنگاران درباره مشکل پیش آمده صحبت کند. رئیس کمیته ساختمان و معماری گفت تا آغاز تخریب بنا باید شرکت ساختمانی رضایت صاحب ملکان را دریافت کند و در عین زمان به قول او ساکنان هم نباید جبران هنگفت طلب نمایند. بعضی حالت هست که ما میدونم بعضی صاحبکارو را هست که میایم میگه که همه مبلغ میتونم میفرد نمیفرد ما سودا میتونم. اینو درست است. باید که مراسو کنن. در نیم سال جاری در کار شرکت‌های ساختمانی در تاجیکستان 3700 کمبودی آشکار شده. آنها بیش از 300,000 سومانی جریمه شدند. اما ساکنان میگویند در اداره‌های دولتی به داد آنها به درستی نمیرسند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در پاکستان مرحله نوی اخراج مهاجران بی سند آغاز یافت که اکثریتشان پناهجویان و یا مهاجران از افغانستان هستند. اخراج آنها به گفته حامیان حقوق با قانون شکنی‌های زیاد و ظلم همراه است. در گذشته مقامات پاکستان مهاجران را اساساً از شهرهای بزرگ مثل کراچی و اسلام آباد بیرون می‌کردند. حالا رو به ولایت نارامی خیبر پختونخوا آوردند. کیو مرسیتا گزارش می‌دهد. با شروع عملیات گسترده بازداشت و اخراج مهاجران بی‌سند در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان، ساکنان محله‌های افغانی تلاش دارند که مال و اشیای خود را از خانه‌هایشان بیرون کنند. به قول آنها مقامات این ولایت شمالی هممرز با افغانستان خانه‌های آنها را تخریب نموده در چهارراه‌های مرکزی برای بازداشت و اخراج افغانستانی‌های بی‌سند پاسگاه‌ها تشکیل کردند. یک ساکنی محله متانی کنار شهر پیشاور میگوید در دوام 2 هفته ماه ایول امسال کمش 200 منزل زیست مهاجران افغانستانی ویران کرده شده است. نجیب رحمانی 50 ساله شکوه دارد که افسران به او اجازت ندادند حتی شهادتنامه‌های تحصیل فرزندان و داروی پدر بیمارش را پیش از تخریب از منزل بگیرد. افسران به حرف ما گوش ندادند و منزل را ویران کردند. به قول خبرنگار فرانس پرس، وزارت کارهای داخلی پاکستان ماه گذشته اعلان کرده بود که در ماه ایول عملیات به ضد مهاجران بی‌سند شروع می شود. یک منصبدار پاکستانی که نخواست نامش آشکار شود گفت پیش از آغاز عملیات مقامات خریطه مکان زندگی مهاجران از افغانستان را ترتیب داده بودند. اصلا بازگرداندن مهاجران از پاکستان به افغانستان از سال 2023 ادامه داشته. تاکنون میلیون ها کس از شهرهای مرکزی به مانند کراچی و اسلام آباد به افغانستان رانده شدند. ولایت خیبر پختونخوا با 40 میلیون اهالیش با افغانستان روابط زیچی فرهنگی، زبانی و تاریخی دارد. خانواده های زیاد در دو طرف مرز پهن و پریشان می باشند. این ساکنی 70 ساله محله متانی در نزد خانه تخریب شدهش میگوید مقامداران پاکستان هیچ انتخاب نمیدهند. آنها وضعیت ما را به نظر نمیگیرند. با آنها فرق ندارد که ما پول داریم یا نه. آنها وضع سلامتی مرا هم به نظر نگرفتند. همصحبت دیگری خبرنگار فرانس پرس با اشاره به دکان بستش ابراز داشت که میخواهد به وطن خود برگردد اما در عین زمان علاج ندارد. مشکل این است که مردم سرمایه گذاری کرده است. آنها به ما اجازت نمی دهند که ما برگردیم. آنها میگویند از اول پولمان را برگردانید. از سوی دیگر حکومت هم زیر فشار گرفته است. این است که صاحبکاران پنهان شده اند و دکانها را بستند. طبق آمار سازمان ملل متحد در دوام 3 سال 2,300,000 نفر از پاکستان به افغانستان رانده شدند. وضع مهاجران از افغانستان باید با نظرداشت احوال بشری آنها بررسی شود. هر کشور البته حق دارد مستقلانه مرزش را نظارت و مأموریت کند. ما در مورد زنان و دخترانی به افغانستان اخراج شده و دیگر گروه‌های نیازمند تشویش داریم. ما از مقامات دعوت میکنیم که بازگشت شرفمندانه هر مهاجر را کفالت دهند.
طبق معلومات سازمان ملل از 10 تا 17 ایول نزدیک به 6200 مهاجر بی‌سند از پاکستان به افغانستان اخراج کرده شده. حالا در این کشور تخمیناً 1 میلیون مهاجر از افغانستان به سر میبرند. و امروز از درگذشت نخستین رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی یک هفته رسا سپری شد. مارکیل دانیل که با نام مظفر عارفی در بین شنوندگان رادیو آزادی شناخته میشد، محض کسی بود که بعد از شروع کار در رادیو آزادی در عهد شوروی سابق سعی کرد تا در این رادیو بزرگ محض یک بخش برای تاجیکستان باز شود. همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. نخستین رهبری بخش تاجیکی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مارکیل دانیل که در بین شنوندگان با نام مظفر عارفی معروف بود، 20 ایول سال 2026 در شهر نیویورک درگذشت. او 7 نوامبر سال 1931 در شهر سمرقند به دنیا آمده، در سالهای جنگ دوم جهانی به تاجیکستان کوچیده و در دوشنبه کار و زندگی کرده است. کاتب مسئول تاجیکستان سوویتی، حاضر نشریه جمهوریت بود. سال 1973 از اتحاد شوروی به اسرائیل کوچید و پس از 2 سال کار را در رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی سر کرد. جزیره سنت سایمونز شتات جورجیا پرزیدنت آینده شتات‌های متحده کرد. اولین پیشنهاد او به مأموران رادیوی آزادی در شهر میونخن آلمان تأسیس بخش علاهیده برای پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بوده است. سال 2023 او در صحبتش با همکارانمان آن حالت را به یاد آورد. شعبه ترکستانی بود، ترکستانی 1، ترکستانی 2. این اولا همین بی‌عدالتی برطرف کردن در کار بود. درباره تاجیکستان یگان معلومات مکمل نداشتن رهبریت. من مراجعت کردم، گفتم تاجیکستان این ریسپوبلیکی مستقل زبان تاجیکی برای در افغانستان هم در ایران فهما میشنوند، اما وقتی که یک دو کس یک شعبه از شعبه ترکمنستان سرداری میکنند، اونا یک چیز گرفته ترجمه میکنند و دیگر نیست. میگفتم این دیگر کردن نکن. خواهشمندم که اگر بینیتون شعبه مخصوص تاجیکی گشاده شود. تلاش دیگری مارکیل دانیل دعوت خبرنگاران از تاجیکستان بوده است تا برنامه‌ها مثل برنامه‌های محلی تاجیکی صدا دهند. خوشبختانه امریکایی‌ها فهمیدن، با کمال خرسندی راضی شدن. کنید چی می‌خواهید؟ من گفتم برای این کادر لازم، از کجا می‌گیرید؟ در سالهای جنگ سرد پیدا کردن خبرنگاران از داخل تاجیکستان آسان نبود و از این رو در تهیه برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بیشتر از نامه شنوندگان و روزنامه و مجله‌های استفاده می‌کردند که در تاجیکستان نشر می‌شد. مارکیل دانیل در مقام رهبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی 20 سال کار کرد. سال 1995 پس از کوچیدن قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از شهر میونخن آلمان به شهر پراگ در جمهوری چک، او بازنشسته و در نیویورک مقیمی شد، جایی که دوران پیریش را در کنار عائله‌اش گذراند. مارکیل دانیل در نیویورک هم مدت برای رادیوی آزادی گزارش‌ها تهیه می‌کرد و همچنان تا آخر عمر عضو شورای محرران نشریه جماعه یهودیان بخارا در امریکا بخاریان تایمز بود. این نشریه که در نیویورک به تب می‌رسد در مطلب او را استاد، روزنامه‌نگاری ورزیده و شخصی صادق به ارزش‌های آزادی بیان نامید. کسی که به نوشته همین نشریه بخش زیادی عمر خود را صرف روزنامه‌نگاری کرد و از مصحح نشریه‌های محلی تا رهبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسیده بود. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را هر وقت که خواستید می‌توانید در وبسایت azadi.org، صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام و کانال‌های ما در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.